بسم الله الرحمن الرحیم. محصلین عزیز سلام به شما. در این سمستر شما مضمون را به نام احتمالات میخوانین. قبل از اینکه ما سر اصل موضوع بریم، در سر تاریخچه احتمالات خودش در قرن 14 میلادی در یونان و مصر قدیم از بازی های محلی به وجود آمد. مثلا مردم پر بازی میکردن و یا دانه کمسایی را مینداختن. بالاخره با مرور زمان بعدا علمای دیگر مانند لایبنیز و همچنین پوهان برلون ایره در چوکات عددی تنظیم کردن و علمای دیگری ایره به حیث یک بخشی از علم ریاضی تثبیت کردند که خوشبختانه در این پروگرام جدید وزارت معارف احصایه و احتمالات شامل پروگرام درسی وزارت معارف هم شده که شروع از صنوف 7 الی 12 به ترتیب شما فصلوار در بخش معارف هم میره خواندین. احتمالات در ساینس و تکنولوژی و بخصوص در رشته های انجینری ارزش بسیار زیاد داره و از اهمیت زیاد برخوردار است. مثلا اگر شما رشته سیول بسازین بخوانین، در اوج یک پول دیزاین میکنین. در پول میایه یک ترین با 20 تن یا 10 تن خراب میشه. احتمال زیر شما میسنجین که تا چی اندازه را تا چند وقت امی ترین در پالای پول قرار داشته باشه، احتمال مقاومت پول شما وجود داره. و در رشته کامپیوتر ساینس شما یک اپلیکیشن میسازین و یا یک سافتوری را میسازین. در این هم مد نظر میگیرین که می اپلیکیشن تا چی اندازه جوابگوی خاصه ای که از ما شده می باشه. مثلا اپلیکیشن تذکره الکترونیکی است، اپلیکیشن پاسپورت است و به همه قسم اپلیکیشن های دیگر. پس قبل از اینکه ما سر تعریف احتمالات بریم و احتمالات برای شما تعریف کنیم سر موضوعات اساسی، بعضی از چیزها را قبل از شروع احتمالات باید ما و شما بخوانیم. قسمی که در سلایت اول شما میبینین اصل شمارشش. ببینین شمار کردن در وقتی که یک طفل تولد میشه در زمان آموختن لسان این هم اعدادم یاد میگیره: 1 2 3 4 10 15 منظم و یا غیر منظم. و یا بعد از اینکه شما در مکتب رفتین در اوج شمارش به صورت درست یاد میگیرین، میخوانین که نوعی از عدد که عبارت از عددی طبیعی هست، یعنی این شامل ای عددی طبیعی است، برای شمارش استفاده میشه که اولین عددی از این شروع میشه از 1 2 3 بالاخره بزرگترین یا آخرین عددی هزی تابع تعیین نشده. و شما میفهمین که نوعی از عدد که او عبارت از عددی طبیعی هست برای شمارش استفاده میشه. یکی شمار معمولی هست که شما در زندگی ما و شما یک چیز را حساب میکنیم یا چیزی را میخریم، شما را به سادگی میتونین که شمار بکنین. اما مثال های دیگه را مثلا ببینین، اگر یک آدم در یک فامیل 5 عضو داشته باشه، این 5 عضو را به چند طریق شما میتونین که در اطراف یک میز قرار بدین. این را به چه شکل شمار میکنین؟ و یا مثلا یک چند عدد داریم عدد 2، عدد 5، عدد 7، عدد 9 و عدد 3. از شما پرسان میکنه با تکرار ارقام و یا بدون تکرار ارقام چند عدد دو رقمی از این ما و شما ساخته میتونیم. پس طوری که شما در سلایت هم میبینین اصل شمارش از دو بخش تشکیل شده. یکی اصل ضرب است و دوم اصل چی هست؟ جمع. در اصل ضرب اگر ام عمل به طوری که اگر عمل اولی را ما بگذارم این 1، عملی دومی را نامش را بگذارم این 2 و عملی سومی را بگذارم این 3 و بالاخره عملی که‌ومی را بگذارم این که این اعمال با هم وابستگی داشته باشه و با هم ارتباط داشته باشه. پس در اصل ضرب با چند طریقه میتوان این اعمال اجرا کرد. این مساوی میشه بر این 1 ضرب این 2 ضرب این 3 بالاخره ضرب این چی که. و این را اگر بگذاریم پی 1 عمل اولی
طرق عمل اجرای دومی و طرق اجرای عمل سومی و بالاخره این رو بگذاریم پی ان. پس پی ما میشه پی یک اجرای عمل اولی ضرب دومی ضرب سومی ضرب چهارمی و بالاخره ضرب پی ان. این اصل ضرب است. این اعمال با هم وابسته هستند، با هم ارتباط دارند. مثلا مثال را در سلاید برای شما گفته شده که ما میخواهیم که از شهر کابل حرکت بکنیم. هدف ما شهر چی است؟ شهر هرات است. از طریق شهر غزنی عبور میکنیم، بالاخره میخواهیم که به شکل هرات بریم. از کابل به غزنی به دو طریقه میریم ما، یا از دو راه میریم. از کابل به غزنی از دو راه و همچنین از غزنی به هرات ما میتونیم که سه طریقه عبور. از شما را میخواهد که بدانین که از کابل تا هرات شما از چند طریقه یا از چند را میتونین که عبور بکنین. ما در اینجا برای شما بسیار ساده یک رسم به شکل یک دیاگرام کوچک نوشته کردیم. هرات، باز هم هرات، باز هم چی؟ هرات. ببینین از شهر کابل به شهر غزنی شما از دو راه عبور میکنین، اما از شهر غزنی به شهر هرات از سه طریقه میتونین که برین. سوال در اینجا است که شما از کابل تا هرات به چند طریقه یا از چند راه عبور کرده میتونین. واضح در دیاگرام شما میبینین 1 2 3 4 5 6. اگر این ما از فرمول ضرب استفاده بکنیم، این یک رفتن از کابل به غزنی به چند طریقه؟ به دو طریقه. و این دو اجرای عمل پیوسته با از غزنی تا هرات به چند طریقه؟ به سه طریقه. پس این یعنی تعداد روش یا عملی که ما میخواهیم که از کابل به هرات بریم میشه این یک نظر به اصل ضرب چی؟ این دو. این مساوی میشه بر دو ضرب سه مساوی بر چند؟ 6. این یکی از مثال هایی هست که در سلاید برای شما هم گفته شده و ما در اینجا به شکل یک دیاگرام بسیار ساده برای شما نشان دادیم. در مثال در سلاید هم برای شما داده شده که این مساوی میشه این یک ضرب این دو، بالاخره دو ضرب سه مساوی بر چند؟ مساوی بر 6. ببینید مثال دوم از ارقام 1 2 و 3 چند عدد 5 رقمی را میتونیم که بسازیم. در اینجا تکرار ارقام مجاز است. اعداد برای شما داده شده 1 2 3. عدد 5 رقمی را شما میبینید که 5 رقم است. ببینید رقم 1 ها، این رقم چندم 1 ها، رقم 10 ها که ما و شما ساده دهن میگیم، رقم 10 ها، رقم 100 ها، رقم هزاران یا هزارها میگن برش، هزارها و رقم 10,000. این یک عدد 5 رقمی شد. ببینید 5 رقم داره، اما عدد ما و شما داریم 3 تا عدد 1 2 و 3. میگه چند تا عدد 5 رقمی وجود داره. در اینجا تکرار مجاز است. میتونیم در رقم 10,000 ها هم 3 حالت امکان وجود داره که ما نوشته بکنیم. از این 3 حالت و در اینجا هم میتونم 3 حالت نوشته کنم، 3 حالت نوشته بکنم، 3 حالت نوشته بکنم، 3 حالت نوشته کنم. یعنی من میتونم که یک نوشته بکنم. درست؟ میتونم که نوشته بکنم 2 3 1. یعنی در اینجا ارقام
این اعداد شما میبینید در کل عددی چی است؟ 5 رقمی است. بناهن اگر ما تعداد ارقام رقم یک ها را مساوی بر این 1/3 رقم 10 ها را یا دوم این 2 هم 3 حالت ممکن است، در این 3 هم 3 حالت ممکن است و در این 4 هم 3 حالت. بنابراین تعداد اعداد 3 رقمی را که ما نوشته میکنم این بزرگ نظر به اصل ضرب این مساوی میشه بر این 1 ضرب این 2 ضرب این 3 ضرب این 4، یعنی مساوی میشه 3 ضرب 3 ضرب 3 ضرب 3 3 به نامای چند؟ 4 مساوی میشه بر چند؟ مساوی میشه بر 81. یعنی ما 81 رقم 5 رقم 3 3 3 3 رقم 1 ها 10 ها یک رقم 5 ها ببخشید رقم پنجم میشه این چند؟ 5. این مساوی میشه 3 ضرب 3 ضرب 3 ضرب 3 ضرب 3 مساوی میشه بر 3 به نامای 5 مساوی بر 243. یعنی ما از این 3 عدد میتونیم که 243 دانه عدد 5 رقمی رو چه بکنیم؟ تحریر بکنیم. ببینید در اینجا 2 مثال برای شما کار شد. در سلایت بعدی ببینیم که مثال دیگه از شما چی خواسته شده و به چه شکل شما میتونین که از او استفاده بکنین. در سلایت بعدی از ارقام 0 1 2 و 3 چند عدد 2 رقمی میتوان نوشت؟ 2 جز داره سوال. جز الف تکرار مجاز هست، یعنی در هر رقم 1 ها و 10 ها میتونین عدد تکرار شود. جز بی تکرار مجاز نیست، اما یک باریکی در این مثال نهفته است. مثلا عزیز متوجه باشین او چه هست که رقم عدد 2 رقمی از 2 رقم تشکیل شده، عبارت از رقم 1 ها و 10 ها هست. عدد 2 رقمی این رقم دهن یا 10 ها و این رقم 1 ها یا 1 است. اما 0 ببینید 0 در رقم 10 ها در عدد 2 رقمی مفهوم نداره. در این نکته باریکی سوال شما متوجه بشین. مثلا در رقم 10 ها اگر شما نوشته بکنید 0 5 این عدد مفهوم نداره. این مساوی بر چند است؟ مساوی بر 5 است. پس در رقم 10 های ازی ما و شما 0 تحریر کرده نمیتونیم. جز الف تکرار مجاز است. پس در رقم 10 ها ما 3 حالت داریم، یعنی از این اعداد 1 2 3 هر کدام از این ما میتونیم نوشته بکنیم. اما در رقم 1 ها 4 حالت داریم، میتونیم 0 هم نوشته بکنیم. چند میشه؟ 4. پس رقم 10 ها را من میگذارم که این 2 یعنی حالات ممکنه در رقم 10 ها که ما عدد تحریر بیتم مساوی بر 3 رقم 1 ها مساوی بر چند؟ 4. فلهذا تعداد اعداد 2 رقمی این مساوی میشه بر این 1 ضرب چی؟ این 2 مساوی میشه بر 3 ضرب 4 مساوی بر چند؟ 12. یعنی 12 تا عدد 2 رقمی را بدون تکرار که ارقام تکرار در اینجا مجاز هست ما و شما میتونیم که از این 4 عدد که عبارت از عدد 0 1 2 3 هست تحریر بکنیم. این حل جزئی الف بود. در جزء بی طوری که شما هم در سلایت میبینین تکرار مجاز هست. در اینجا میتونین که شما تکرار بکنین مجاز میباشه. پس عین گپس در اینجا هم عدد 2 رقمی هست، رقم 10 ها و رقم 1 ها.
تکرار مجاز است. در رقم 10 باز هم در اینجا صفر ما تحریر کردن میتونیم. 3 حالت وجود داره. از این 3 حالت ما هر کدامش میتونیم که نوشته بکنیم و در رقم 10 هم چند؟ 3 حالت. پس این یک یا پی یک مساوی بر 3 و این 2 حالت ممکنه در رقم 10 و حالت ممکنه در رقم 1 هم 3. این مساوی میشه بر 3 ضرب 3 مساوی بر چند؟ 9. در جزء بی تکرار مجاز نیست، یعنی تکرار ارقام مجاز نیست. از این 3 حالت یک حالتش نوشته میکنیم و در رقم 1 هم یک حالت اینجا گرفته شد. مثلا تکرار مجاز نیست. در رقم 10 ما و شما صفر نوشته کردن نمیتونیم. در رقم 10 در رقم 10 ما یک گرفتم. یک عدد دارین 0 1 2 3. ما یک در رقم 10 نوشتم. پس چند حالت ممکنه در اینجا وجود از یک 3 عدد است. یعنی فکر بکنین عدد یک ما گرفتم در اینجا. پس در رقم 10 در اینجا 3 حالت ممکن است. از این 3 حالت و در رقم 10 3 عدد دیگه من 0 2 3. باز هم در رقم 1 هایش هم 3 حالت دیگر هم میتونیم که ما و شما تحریر بکنیم. 3 حالت. از 3 حالت پس در کل پی این که اگر بگذاریم یا حالت چی ایره به پی نشان میتون پی یک، چون شما هم به پی مواجه میشین و هم به این. مساوی میشه بر 3 ضرب 3 مساوی بر چند؟ 9. اگر تکرار مجاز نباشد شما میتونین که از این 3 عدد 9 عددی 2 رقمی را بسازین. خب ببینید در سلاید هم واضح برای شما گفته شده، چون تکرار مجاز نه، چیزی که من تحریر کردم تشریح کردم برای شما در رقم 10 صفر تحریر نمیگردد، واضح است. پس 3 حالت میماند، 1 یا 2 یا 3. از 3 عدد یک آن را نوشتین، پس 2 عدد دیگر باقی میماند که در رقم 1 2 باقی مانده و 1 صفر دیگه هم تحریر میشه. 3 حالت. پس این مساوی این 1 ضرب این 2 مساوی بر 9 حالت. مثال چهارم، هرگاه 2 پیراهن با رنگ‌های مختلف داشته باشین و 4 دانه نکتایی. ببینید در اصل شمارش این شمارش ساده نیست که شما را به خاطر حل مسائل احتمالات آماده میکنه. در حالت ضرب در مثال سلایت بعدی شما میبینید مثال چهارم، هرگاه 2 پیراهن با رنگ‌های متفاوت و 4 نکتایی مختلف داشته باشین، چند حالت ممکن میتوان با 1 پیراهن و 1 نکتایی از آنها ملبس شد. واضح است 1 دانه از 4 دانه نکتایی و 2 دانه پیراهن. این 1 تعدادی پیراهن و این 2 تعدادی نکتایی. با چند شکل ملبس میشه؟ اصل ضرب تعداد پیراهن از 2 و تعداد نکتایی هست چند؟ 4. تعداد نکتایی هست 4. پس نظر به اصل ضرب این، یعنی به چند شکل شما میتونین که امی پیراهن ها را با همین نکتایی ها بپوشین. نظر به اصل ضرب میشه این 1 در این 2. 2 ضرب 4 مساوی بر چند؟ 8. و این را بپوشین بسیار صاف پاک منظم در پهنتون تشریف برین. در نتیجه به 8 حالت میتوان ملبس گردید. در سوال هم شما میبینین. ببینین کار خانگی برای شما بسیار زیاد مهم است و نظر به هدایت هیئت رهبری پانتون ما در هر بخش کار خانگی را گنجانیدیم. سوال اول، از 4 نفر کابلی 5 نفر لغمانی 2 نفر بامیانی چند کمیسیون 3 نفره که دارای نمایندگان آنها باشد ساخته شده میتواند؟ در کار خانگیتان است. دوم سوال را کم ساده است. اصل ضرب هر کدامش از ضرب میکنین و برای شما
جواب ساده داده میشه. در یک مسافرت شخصی 2 جوراب بوت، 4 کلاه، 6 نکتایی با خود دارد. به چند شکل مختلف میتوان 1 جوراب بوت، 1 کلاه و 1 نکتایی ملبس گردد. که مثال های مشهور